اگر اسلام غیر از مذهب شافعی ثابت شد، در حنفیت اسلام باشه قبول نکنیم، در مالکیت اسلام باشه قبول نکنیم، در حنبلیت اسلام باشه قبول نکنیم. هر اسلام هر جای باشه ما قبول میکنیم. اسلام چی را میگه؟ اسلام مجموعه چیست؟ کتاب الله و سنت رسول الله صلی الله علیه وسلم. اجماع امت و قیاس اثبات حکم نمیکنه و اظهار حکم میکنه. حکم اصلا ثابت در قرآن و حدیث است، تنها اونجا ظاهر میشه. گاهی به طریق آرای زیاد مردم امو حکم ظاهر میشه و گاهی توسط چی نظر یک عالم امو حکم ظاهر میشه. اصل حکم در قرآن و حدیث است. قیاس یا قیاس قبول نداره. قیاس چرا قبول نداریم؟ قبول داریم، خود چی رقم اثبات حکم نمیکنه. اجتهاد کرده یک عالم در آیت یک حکم گرفته علتش پیدا کرده، در دیگه جمع امو حکم مرتب میکنه. شده میتونه می عالم دمی استنباط علت خطا شوه، ما پشتش برم؟ نه، عالم دیگه علت دیگه را کشیده، حکم سرش ثابت کرده، صحیح است، درست است، او را پیروی میکنه. این دین است. کدام مشکلی که فعلا امت برش مبتلا است و در بدر است و هر روز این رنج میکشه، این همی موضوع است. ما فقط مثلا در افغانستان اگر امام ابو حنیفه رحمه الله هر سخن بگه قابل قبول است، ولو که هیچ سند و دلیل نداشته باشه. اگر امام شافعی رحمه الله از قرآن گپ بزنه، نه، قابل قبول نیست. چرا؟ امام ابو حنیفه چرا گپش قبول کردی؟ وجهش بگو، وجهش بگو. بچه کاکایت است، مامایت است، چیست؟ خورزادیت است، برادرزادیت است، بچه عمیت است، چیست؟ و کدام غرض کلگی اقرار میکنی را هیچ کس هم انکار نمیتونه که من به خاطر گپش قبول دارم که خب عالم برجسته بود. عالم برجستگی عالم ده چی معلوم میشه؟ برجستگی عالم که فهم قرآن و حدیث از یاد داره، هر موضوعش مستند به قرآن و حدیث است. خیلی خوب، چقدر خوب گپ زدی. پس هر عالم اگر سخنش مستند به قرآن و حدیث بود، قابل قبول است، رد نشه. آیا انصاف است که یک عالم دیگه همینطور گپی مستند بزنه باز ما رد کنیم؟ الله اکبر، نمیشه رد. قرآن کریم برای ما عالی میگه کتابای الله برای فیصله آمده، ما سر خودم فیصله کن مقرر کنیم، در محکمه هم در همه گپا فیصله کن. الله متعال میگه فیها هدی و نور. صحیح کن. اگر تو هدایت عملی میخوای چه قسم زندگی خدا پیش ببرم، زندگی ما چه قسم است، عبادت الله را چه قسم بکنم، در کتاب الله وجود داره. نور است، روشنی بری تو میده. ما موضوع آخرت حتی آگاهی نداریم چی رقم گپ است. قرآن مکمل بر ما تفصیلا بیان میکنه. پل صراط، عذاب الله، جنت و دوزخ، منکر و نکیر، سوال و جواب، عذاب قبر، هیچ احوال قیامت، علامات قیامت مکمل بر ما بیان میشه. قرآن بیان کرده. عقیده خود از قرآن بگیریم. قرآن چی میگه؟ یحکم بها النبیون الذین. معلوم شد کتاب تورات تنها برای موسی علیه السلام نبوده، بلکه در بنی اسرائیل که دیگه پیغمبران هم بود، سر همین تورات فیصله میکردن. تورات کتابشان بود و سر ازی فیصله میکرد. و الربانیون و الاحبار، فیصله دو طایفه دیگه هم میکرد. ربانی و احبار یک وصف مشترک داره، علم و عمل هر دویشان داره. ربانی هم عالمی که عمل داره او را میگه و احبار هم عالمی که عمل داره هر دویش میگه، اما در یکیش یک رنگ غالب است، در دیگهش دیگر رنگ غالب است. ربانی او عالم میگه که طرف زهد و ترک دنیا خیلی زیاد میلش زیاد باشه، علم داره، عمل میکنه، لیکن درس و تدریس و تعلیم او قدر زیاد پیش نمیبره. در اصطلاح ما و شما امروز اینمی پیرای طریقت اینمی ربانیون است. البته که پیر باشه واقعا وقتی پیر و مرشد شده میتونه که مدرسه را خوانده باشه، قرآن و حدیثه. اگر نه که محض میراثی گرفته و از دروغ فقط در خانقاه تمام عمر تیر کرده، الف بیره یک قاعده عربی را یاد نداره، او مرشد شده نمیتونه، قطعا نمیشه. این دوا توسط ریاضت ترک دنیا چیزای خوب نمیخوره، اینطور کشفیات برش میشه که پرسان نکن. 4 روز توی نمی قسم کارا را بکنی برید کشفیات واره میشه. یک دکتر بود هیچ تعلیم اونقدر نداشت، میامد نظم تمی گرفت، هو به هو امو طعامی که بیگاه خورده بودی امو طعام برد میگفت. یقین بالله با کی طور طعام میگفت سمارق دیادی کس نمیاد خورده بودی برد میگفت بیگاه سمارق خوردی. چرا؟ از این نظم معلوم میکرد، اینقدر تجربی قوی داشت، نظم تمی گرفت معلوم میکرد.
یکی کمال نیست که حالی تو ولی شدی و رفتی خلاص شدی. تو مدرسه را خواندی یعنی امیم روز که شما در کدام مراکزی که مردم میره و اونجا مرید میشه قسم بده که پیرشان کدام روز مدرسه را خوانده؟ یک روز در مجلس ترجمه قرآن نشستن؟ یک روز در درس حدیث نشستن؟ خیر این ولایت ها را از کجا کمایی کردن کسب کردن که مخلوق گمراه کرده رو ایستن؟ چرا؟ ربانیین اینمی طایفه است که علم و عمل داره، خو رنگ زهد رنگ ترک دنیا سرش غالب است. تدریس و تعلیم و قدر زیاد نمیکنه، ذکر و عبادت زیاد میکنه، نوافل زیاد میخونه، روزه میگیره، شب خیزی زیاد داره. احبار امو علما و عمل امو علم و عمل داره، لیکن رنگ تعلیم و تدریس سرش غالب است. در عبادت دو قدر بیکار نیسته. الله متعال میفرمه که سری تورات دو طایفه چی میکردن؟ حکم میکردن عملا. چرا؟ بمستحفظو، به سبب ازی که زمواری حفاظت تورات بر ازیا سپرده شده بود. پس در هر تاریخ حفاظت کتابای آسمانی تعلیمش و عملی کردنش در دوش همین مردم است. از همون خاطر بعضی مفسرین مراد از ربانیون حکما را میگیره، کسایی که امراست، قدرت در پیششان است، تعلیم و تدریس نمیتونه اما مکمل تسلیم دین الله هست، برای نافذ کردن حکم الله بر چفک استاد است، فتوا را از عالم میگیره نافذ میکنه. مثل که در صدر اسلام حاکمای وقت امو رقم بود، هر چیزی که عالم فتوا میداد باز دیگه عملی کردنش ولو که سری بچهش بود، سری خودش بود، دیگه سری نمیکرد که علی این فیصله در توانیم است. از همون خاطر حفاظت یک معاشره اسلامی توسط کی میشه؟ دو طایفه، امرا و علما. اگر دو طایفه خراب شد او ملت بالکل خراب میشه. امروز همون طور است، هم عالم خراب است، حقیقتا را پنهان کرده، واقعیت بیان نکرده به مردم، دین مکمل در زیر پرده باقی مانده، رواجا رسما بدعتا به مردم دین جور شده و هم امرا در قصه عملی کردن احکام الله نیست. گاهی از عالم فتوا نمیگیره، بله در یک جای فتوا میگیره، در کدام جایی که منفعت خودی دولت باشه اونجا باز جمع میکنه. شاید چندین مجالس گرفته شده باشه که علما را جمع کرده باشه به خاطر مواد مخدر که فتوا بدن امضا بکنه، اما یک مرتبه از رئیس دولت گرفته تا آخر نهایت علما را طلب کرده که شراب چطور کنیم، در مورد زنا فتوا بده، در مورد چینلا فتوا بده، کدام چیز در چینلا نشتر شود، در مورد بانکای سودی فتوا بده، در مورد چور و چپاول و اختطاف فتوا بده. نه 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 نه، در این مورد نیست. پس معلوم شد که شریعت فقط برای خود، از احکام شریعت برای خود نفع بگی خلاص، به منفعتت بود شریعت، اگر نبود نه. اینی مرضی که سبب فساد بنی اسرائیل شد و تباهی بنی اسرائیل شد، همین مرض بود. امروز همون مرض فعلا دماست، الله رحم بکنه. و کانو علیه شهدا، بودن بالایش مراقب. علما و امرا همینطور سعی میکرد که در بین مردم کتاب الله حاکم است یا نه، فیصله میشه. هر جایی که میدیدن که کتاب الله فیصله نمیشه، خلاف حکم الله، حکم کتاب الله کدام کار صورت میگیره، دیستی تعقیب میکرد او را، نمیگذاشت. مراقب بودن. الله متعال میفرماید برای عملی کردن حکم کتاب الله فلا تخشوا الناس واخشونی. این خطاب برای علماست، برای امراست. ای پاچا نترس از مردم که آلی والا رای باز برم نمیده، نه از من بترس که مخالفت حکم مرا نکن. نترس یا علم از مردم، چرا که از امامت میکشه. از او خاطر میگه ولا تشتری بی آیاتی ثمنا قلیلا، با احکام ما، با آیاتای کتاب ما شما قیمت ناچیز بی ارزش نگیری. دنیا کلش بی ارزش است در مقابل کتاب الله که کل دنیا را بگیری بی ارزش است. یه نمو مرضی بود که در علمای بنی اسرائیل پیدا شد، نظر و نیاز برشان می آمد، حقیقت پنهان کرده بود. یک روز در سر منبر نگفت که سرسایه بالای مسکین نمیشه، نگفت که سرسایه برای حق مسکین است، برای ملا نیست. نه 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 نه، این تقریر گاهی نکرد، نمیکنه. چرا؟ به خاطری که منفعت خودش در خطر است، نمیکنه. علمای بنی اسرائیل نمی قسم حالتا بود، می آمدن پول برشان می دادن که چه حکم با در موردیم است. در حالی که توی شده زن و مرد می بود، می گفت نه در سری خار سوار شوه روی تا نسیا کنی خلاص.
همین حکم است. حالا که اونجا سنگسار بود، پول میگرفتن، این کارا را میکردن. امروز همین گپا نیست. علما چی میکنن؟ صرف به خاطر باقی ماندن امامتی خود حکم الله متعال پنهان کرده. ولا تشتروا بآیات ثمنا قلیلا. به کتمان آیات چیزی ناچیز نگیری از دنیا را. از الله بترسی، از مردم نترسی. مردم چیست؟ عزت و ذلت در اختیار الله است، رزق در اختیار الله است. امروز عقیده ضعیف است، حتی از ملا سری الله عقیده نداره که رزاق الله است. فکر میکنه رزاق قمی مردم است، امامت است. و مردکه تو غیرت سری دین الله بکو که مردم الله متعال چه قسم در قلب مردم مندازه که چه قسم عزتی تا میکنه؟ نمیکنه. آیات قرآن کریم خوانده میشه، خودشان میگه، خودش اقرار میکنه. چطور مولوی صاحب در مسجد بسیار بدعت است، والا چطور کنیم؟ نمیشه. چرا نمیشه؟ این دین است یا نه؟ چرا بیان نمیکنی؟ بان که امروز هم 1 ساعت تو را بکشه، 4 نفر خو بگه که اینمی عالم به خاطر دین الله بیان حکم الله کشیده شده از مسجد. خیر است، چپن نپوش، کالای سفید نپوش، سیاه کالا جور کو، پتلون بپوش، کار کو، غریبی کو، محنت کو. تو را چی شده؟ دیگران کار میکنه، محنت میکنه، رزق حلال از اولیه دست خود پیدا میکنه. تو اگر واقعا سلف ببینی، علمای سابق ما قدوری کی را میگه؟ دیگار جور میکرد، دیگار میفروخت. جساس چی را میگه؟ دیگار سفید میکرد، توسط قلعی. خصاف چی را میگه؟ بوتا را میدوخت. بزار چی را میگه؟ بزاز رخت میفروخت. امام ابو حنیفه رحمه الله رخت نمیفروخت. شاگردای خود مکمل خودش عاشا نمیداد. تو چرا اینطور خود ذلیل کردی؟ با آدم سودخور نشسته که تو باش 4 روپیه حرام از جیب بکشه برای ما بده. محنت بکو، غریبی بکو، برای خود پیدا بکو، ولی دین الله را سر منبر برملا اعلان که از هیچ کسی راستی نداشته باش. خدا کنه که سری پدرت گپ برابر بشه. بگو. و من لم يحكم بما انزل الله، کسی که فیصله نمیکنه با آن چیزی که الله نازل کرده، حکم غیر شرعی را به مردم شرعی اعلان میکنه، مثل علمای یهودواری، فاولئک اینمی مردم هم الکافرون، یا کافر است. چرا؟ به خاطر که عقیده در مورد احکام الله نداشتن، او را غیر شرعی اعلان میکرد، حکم غیر شرعی را به مردم شرعی اعلان میکرد. لیکن در زمن اگرچه حقیقت امر است که اینجا مراد از عقیده است، عقیده نداشته باشه به حکم الله، اما کسی که به حکم الله فیصله نمیکنه، او مردم هم باید بترسه. ظاهری آیت گیرد. ظاهری آیت چی میگه؟ کسی که فیصله نمیکنه، پس پاچهای امروز که حدود الله را معطل قرار داده و فیصله به حکم الله نمیشه، این آیت چی رقم میکنه؟ یک مشاور دینیشان خب باید این آیت ها را به پیش پاچا صاحبا بگوید که حکم الله کی عمل میشه. اونجا قانون اساسی ماده 3 هیچ حکم خلاف چی؟ قانون اسلام نیست. این قصاص کردن خلاف قانون اسلام نیست. این زناکار سنگسار نکردن، این دزد دستش نقطع کردن، این خلاف نیست. این بانکداری ها را اجازه دادن خلاف اسلام نیست. این شراب که آزادانه اینجا فروخته میشه، اوتلا داره، این حکم خلاف اسلام نیست. این فحاشی و عیاشی و نعوذ بالله بی حجابی که در بازار به چشم سر از این قدر زیاد شده که پرسان نکنی، خلاف اسلام نیست. خیر آخر این اسلام کدام اسلام شما میگی؟ کدام اسلام؟ از توجیهات دین غلط استفاده کردن. طلب العلم فریضة علی کل مسلم و مسلمة. در سری چی؟ مکتب دخترها نوشته کرده. مسلمة در حدیث نامده یا نوشته میکنه. کدام علم ای را گفته دخترها را؟ علم امینه؟ ساینس و الجبر و اجتماعیات بخونه؟ علم قرآن و حدیث بخونه، مسائل دین خدا بفهمه، او علم است. و کتبنا علیهم فیها ان النفس، ما نوشته کرده بودیم، مقرر کرده بودیم بالای بنی اسرائیل فی هذا تورات، اینمی حکمی که پیش پیغمبر آمده بودن در کتاب خودشان بود، ان النفس بالنفس. اینا اونجا نوشته کرده بود سابق انسانیت غیر از ظلم، بربریت، وحشت، دیگه چیز نبود. کتابای آسمانی است که میاد حقوق انسان اعلان میکنه که انسان چه حقوقی داره. امروز حقوق بشر خیسته، او دعوا داره که ما حق انسان پس زنده میسازیم. کدام حق انسانه؟ از تو که در پیش 1400 سال پیشی که پا بیان شده بود، کتاب الله بیان کرده بود ان النفس بالنفس، که یک نفس در مقابل نفس دیگه است.
یعنی اگر بناحق قتل میشه قصاص گرفته میشه، مدعی طلب قصاص بکنه مکمل قصاص میشه. سعی نمیکنی که پاچاق قتل کرده یا یک فقیر. والعین بالعین، چشم در مقابل چشم زخمان برابر است. والانف بالانف، زخمی بینی در مقابل بینی، اگر کسی بینی کسی را قطع کرد بینیش قطع شود. والاذن بالاذن، گوش در مقابل گوش. والسن بالسن، دندان در مقابل دندان. والجروح قصاص، زخما مکمل برابر هستند. هر قدر زخمی که به تو رسانده تو همو قدر زخم برش برسان. یعنی البته ایره خود یا شخص نه، محکمه اسلامی ایره فیصله میکنه، نمیگذاره کسی به کسی تعرض بکنه. یک معامله زخم همی تو بکو که آینده کسی را میبینه که کسی را جنگ بکنه بزنه، یک نفس تو قصاص کده میدان باز میبینی که کس قتل میکنه و نمیکنه. فمن تصدق به، کسی که صدقه میکنه به بینمی قتل، یعنی ورثه مقتول نمیخیزه، مطالبه قصاص نمیکنه، فهو کفارة له، ای کفاره برای ازوست، یعنی محو گناهایش میشه. چرا؟ به خاطری که دل رحم کرد سر اینمی قاتل. البته در اون صورت یا صدقه و عفو میکنه که قاتل از این سو استفاده نکنه که بازم جرأت پیدا کنه دیگه کسی بکشه. و من لم يحكم بما انزل الله، کسی که فیصله نمیکنه با آن چیزی که الله نازل کرده، فاولئک هم الظالمون، اینمی مردم الظالم است. نه اینجا ترک حکم الهی اینطور نیست که عقیده نداره، عقیده داره لیکن فیصله سرش نمیکنه. در مرحله اول مسئله ایمانیات بود، مقابلش کفر آمد. در اینجا در دوم مسئله قانون قصاص بود. کسی که قانون قصاص عملی نمیکنه این مقابلش ظلم است. چرا؟ قانون قصاص عدالت است، تو وقت قانون قصاص عملی نمیکنی ظلم میاد دیگه. اینی مردم ها ظالم است. وقفینا علی آثارهم بعیسی ابن مریم، و تعقیب اینمی تورات یا وقفینا علی آثارهم، پی در پی روان کردیم، علی آثارهم متصل انبیای سابقه که ذکرشان کر شد، یعنی پس از انبیای بنی اسرائیل روان کردیم کی را؟ متصل روان کردیم به عیسی ابن مریم، عیسی علیه السلام بچه مریم، مصدقا لما بین یدیه، که تایید کننده بود، تصدیق کننده بود، لما برای او مضامینی که بین یدیه پیش ازی من التورات، از کتاب تورات بود. هر پیغمبر جدید که میاد پیغمبر سابق تایید میکنه. مضامین اصولی کتابا یکسان است، فرق در تطبیق عملیش است که اون پشت سر بر ما میاد. و آتیناه الانجیل، داده بودیم برش انجیل کتاب، فیه هدن و نور، که در انجیل هم مقسم احکام عملی الله متعال موجود بود، و نور عقاید هم موجود بود که سبب روشنی راهیابی مردم میشد. یا هدن که در اونجا مسائل عقیدوی مکمل راهنمایی شده بود، و نور واضح شده بود احکام عملیش. یا هدن که هدایت بود، یعنی در اونجا عقاید و اعمال مکمل ذکر شده بود، راهنمایی شده بود. و نور دلایل و دلایلش هم ذکر شده بود. و مصدقا لما بین یدیه، تایید کننده بود انجیل یا موافق بود لما برای او علامات و نشانه هایی که بین یدیه پیش ازی من التورات، در تورات موجود بود. پیشنگویی آمدن انجیل در تورات بوده، همون نشانه ها بالکل موافق بود. یا است که تایید کننده بود و مضامین اصولی را که در تورات ذکر بود، برنامه را تایید میکرد، مخالف نبود. و هدن، یعنی و هدن برنامه مکمل هدایت بود که انسان در حق میرسانید، در مقصد میرسانید. و موعظتا، بهترین نصیحت بود، خیرخواهی انسان در شده بود. کل گپا در اونجا برای منفعت و از مضرت منع شدن بود. خب برای کی؟ للمتقین، برای کسانی که در صدد تقوا بودن. کتابای الله برای کلگی هدایت است، لیکن منفعت متقین بالا میکنه. ولیحکم اهل الانجیل، بعد فیصله کنه اهل انجیل، بما انزل الله فيه، به او احکامی که الله روان کرده در انجیل. و من لم يحكم بما انزل الله، کسی که فیصله نمیکنه به آن چیزی که الله روان کرده، فاولئک هم الفاسقون، اینمی مردم فاسق است. برآمد از منهج الله، تابعداری غیر رای الله را کرده رایسته، فاسق است. اینجا فسق است. در اینجا صفت تقوا ذکر شده، در مقابل تقوا فسق می باشد. 3 آیت یک قسم آمد، و من لم يحكم بما انزل الله در 3 است، لیکن اثر یا آن چیزی که جزا مرتب میشه فرق است. یکیش
فاولئک هم الکافرون، در دیگهش فاولئک هم الظالمون، در دیگهش فاولئک هم الفاسقون. چرا؟ عدم حکم بما انزل الله 3 حکم مرتب میشن. بله، در اولش موضوع عقیده بود، عقیده نداشت به حکم الله، دیگه حکم جابجا کرده بود در جای حکم الله، اونجا کفر است. یقینا کسی که قانون اسلام را دور میکنه در جایش دموکراسی را برقرار میسازه، نظام دموکراسی را، و این عقیده را داره که مناسب نیست برای ما نظام اسلام، بلکه مناسب حال ما دموکراسی است، کافری مطلق است. ترا در اینجا ترجیح دادن نظام کفری است، قانون دموکراسی بالای قانون اسلام، و این کفر است. دوم، میفهمه که این قانون بالکل حق است، برش تسلیم است، اما فیصله سرش نمیکنه، ظلم است. میفهمه که این حکم اسلامی هم است، گاهی فیصله میکنه، خود این طرف و طرف میزنه، اینی فسق است. اینجا اینا فسق گفت، فاسقون است. و انزلنا الیک الکتاب بالحق، 2 کتاب خطیر شد، عاملینش و وفادارایش الله متعال بیان کرد. هر طایفه که به کتاب الله برش داده مامور بودن که فیصله های خود توسط کتابا بکنه و عمل به این کتابا بکنه. اینطور نشوه که کتاب در پیششان موجود است و فیصله نمیکنه. نوبت ما و شما رسید. و انزلنا الیک الکتاب، ما روان کردیم به سوی توی پیغمبر علیه السلام کتاب قرآن کریم. چرا روان کردم کتاب بالحق که مشتمل است به تمام نظام ثابت و راست، نظامی که قطعا ثابت است، واقعیت داره. یک، و انزلنا الیک الکتاب، روان کردم به سوی تو قرآن کریم بالحق که مشتمل است به تمام مسائل حق، همه مسائل در این ذکر است. هیچ کس گفته نمیتونه در قرآن فلان مسئله نیست، حتما ریشه و مسئله در قرآن وجود داره. مصدقا لما بین یدیه، که تایید کننده است برای او کتابایی که پیش از است، من الکتاب، از جنس کتاب، تورات، انجیل، زبور، هر قدر کتابی که آمده قرآن کریم تایید میکنه. یک معنا. مصدقا لما، تایید کننده است برای او مضامین اصولی عقیدوی، بین یدیه که پیش از من الکتاب، از جنس کتاب، مسائل اصولی و عقیدوی که تیر شده قرآن او را تایید میکنه. چرا؟ در کتابای الله مسائل اصولی و عقیدوی یکسان است، هیچ تفاوت و فرقی نداره. یک. سوم ترجمه، مصدقا، موافق است لما، برای او صفتایی که بین یدیه پیش ازی من الکتاب، در جنس کتاب از قرآن آمده، بالکل موافق است. امو علامه، نشانه که برای قرآن ذکر شده، امو نشانه در قرآن وجود داره، موافق است. پس لایق بود که تمام مردم به کتاب تسلیم میشه. این مشتمل به تمام مسائل حق بود. مسائل حق در تورات و انجیل بود، پس اون مسائل مکمل در قرآن موجود است. از امو خاطر کتاب قرآن کریم جامع تمام کتب آسمانی است. تمام مسائل حقی کتب آسمانی در قرآن موجود است. چرا؟ به خاطر که آخری کتاب است، دیگه کتاب بعد از این نمیاد. مرجع نهایی تمام اقوام و ملت ها تا روز قیامت کتاب الله قرآن کریم است. منهج زندگی بشریت فقط کتاب الله است. اگر کسی راه دیگری را انتخاب میکنه قطعا نادرست است. هر راه را که انتخاب بکنه، دموکراسی را، یهودیت، نصرانیت، کمونیسم، هر کدامشه، این کلش از دین بیرون شدن است و گاهی هم در مقصد کس نمیرسه. قرآن کریم خلاصه کرد تمام مسئولیت چی است؟ یعنی حق در مضامین قرآن نهفته شده، سرشت شده، سرشت همینطور خمیر شده. بخش عقیده، بخش عمل، بخش اخلاقیات، بخش سیاست، بخش اقتصاد، بخش فرهنگی، اجتماعی. یک موضوع قرآن اینطور نیست که گویا نباشه، مکمل بیان کرده. از امو خاطر کسی که در حق قرآن کریم نقصان عقیده کنه که در این فلان نقصان است، نعوذ بالله، کافر میشه.